یک سوال پیدا میشه که آیا دین ما خوبش میفهمی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه؟ کی بگوین؟ استاد دایی یا استاد عمر ابن الخطاب رضی الله عنه؟ کی؟ عمر ابن الخطاب. ما به قدم‌های از اون نمیرسیم. ما خوب میفهمیدیم یا عبدالله ابن عباس؟ جزاکم الله خیر. پس ایناله او کسایی که شاگردای بالفعل رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن تعبیل نکردن. چرا وا دی فلسفه و دی قدریه و دی جبریه و دی معتزله و دی خوارج و دی فلانی و فلانی و فلان در عصر از راه نبود. عصر از راه خیر القرون بود. خیر القرون چرا بود؟ اونا ادب با الله را میفهمیدن، ادب با قرآن میفهمیدن. ادب یعنی عمر رضی الله تعالی عنه یک موضوع را فیصله میکرد، یک خانم استاد میشد برش میگفت که عمر، سبحان الله، عمر رضی الله تعالی عنه مردم آمدن شکایت کردن که والا صاحب مهرهای خانم ها مهر خود بلند بردن، در ازدواج ما یک مشکل پیدا کردیم. عمر رضی الله تعالی عنه گفت خلاص بعد از این مهر این قدر تعیین میکنیم. یک خانم استاد شد گفت عمر توی صلاحیت نداری، آیت قرآن این تو میگه. عمر رضی الله تعالی عنه گفت در این قسمت امی زن راست گفت و ما اشتباه کردیم. سکو تقواره. امروز به یک جوانی که خوب سنش خورد است از قرآن و سنت نمیفهمه و برش یک حکم اسلامی رو بیان میکنه، برش میگه برادر عزیز امی 4 نفر برادری که آمین بالجهر گفتن، امی آمین بالجهر در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده. امیر شافعی و مالکی و حنبلی ها آمین بالجهر میگن. در مکه مکرمه اگر مثلا 40 لک حاجی باشه 39 لکش آمین بلند میگن، 1 لکش ما افغانا و پاکستانیا و بنگلادیشی ها ما آمین چپ میگیم. نه استاد یعنی سکو چقدر بی‌ادبی در مقابل سنت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. صحابه کرام در مسائل اعتقادی ادب و خالق اول میفهمیدن. الله گفته من قدیر هستم، بله قدرت خدا گفته ان الله علی کل شیء قدیر. باز الله گفته در جای دیگه که ید الله دست الله، بله گفته. وجه بر خود نسبت داده، بله داده. قدم بر خود نسبت داده، بله داده. نزول گفته نسبت داده، بله نسبت داده. پس صحابه کرام چی میگفتن؟ صحابه میگفتن خلاص نزول الله تعلق میگیره به او، مثل نزول ما نیست. صحیح؟ ید الله تعلق میگیره به ذات خودش، مثل ما نیست. قدمش به خودش تعلق میگیره، به جلال و عظمت شایسته است، مثل ما نیست. خلاص تسلیم بودن. وقتی که گپ زیاد میشد پیش امام مالک رحمت الله علیه یک کسی آمد گفت امی خداوند چطور استاد شده؟ استوا علی العرش الرحمن و علی العرش استوا. گفت الاستوا معلوم. گفت استوا معلوم است، در قرآن آمده. ایمان به واجب است، کیفیتش ما نمیفهمیم و سوال دی مسئله بدعت است. گفت اینو بکشین از مجلس. اقدر تو بی‌ادب هستی که حالا برام آمدی از غیب گپ میزنی که استوای خالق در عرش چه قسم است؟ تسلیم شو بگو که او همون قسمه که به جلال و عظمت الله سبحانه و تعالی شایسته است. گپ زیاد نزن. بکش. گفت بکش بدعتکارا از مجلس ما که اگر ادب میداشت امی سوال نمیکرد. یعنی این از مجلس خود کشید که تو بی‌ادبی در مقابل من نکردی. تو اینقدر بی‌ادب هستی که در غیب الهی تو مداخله میکنی و آمدی از استوا پرسان میکنی. تسلیم شو بگو خلاص این مسئله توقیفی است، همون قسم که به جلال و عظمت خالق شایسته است، ما کیفیتش نمیفهم. زیاد فلسفه نکن.